مسئله دیگر این که غالبا مردم دیار ما حج تمتع میکنند. حج سه نوع است: حج افراد یعنی فقط حج خالی بدون عمره، و حج تمتع که عبارت از دو نسک است، هم عمره میکنند هم حج میکنند. و حج قیران است که اینم هم حج و هم عمره هست، ولیکن بین حج و عمره پیوست میکنند، در مابینش حلال نمیشن. با همون احرامی که در آمدن عمره را میکنند و تا حج از عمره حلال نشده همین خیل محرم باقی میمانند. بعد به حج سفر میکنند با همون احرام. خلاصه حج قیران اینچنین شتر و قربانی را هم همراه میبرند که این حج غالبا مردم ما این را نمیکنند، حج تمتع میکنند. حج تمتع این است که با نیت عمره وارد مکه میشوند، عمره میکنند و از عمره حلال میشوند. بعد تا روز 8 ذوالحجه در مکه باقی میمانند. روز 8 احرام پوشیده نیت کرده به سوی وادی مینا رهسپار میشوند.